در شمال تاجیکستان بی‌ضرر کردن بزرگترین پرتوگاه مواد زهرآگین رادیواکتیو در آسیای مرکزی شروع شد. در این میدان 80 گکتاری بیشتر از 36 میلیون تن معدن کارکرد شده اوران خوابیده است و برای زیر خاک کردن آن 10 ماشین بارکش و دیگر تکنیک‌های وزنین سفربر کردند. مقامات رسمی میگویند از بس که پرتوگاه سالهای دراز به طور مناسب نگهداری نمیشد، خطر آلوده شدن محیط اطراف از آن و همین گونه خطر به صحت مردم منطقه زیادتر شده است. با این پرتوگاه اساساً مصالح پرتاوی توسط لوله‌های مخصوص یعنی به نمود لایابه پرتافته میشد و سالهای پیشین بالای این پرتوگاه با آب پوشانده شدگی بود. با آب پوشانده و در نتیجه قطع گشتن فعالیت اساسی کارخانه ما این آبها خوش گردیدند و لایابه‌هایی که در این پرتوگاه هستند خوش شده ترقیش‌های معین به میان آمد که این ترقیش‌ها چقوریشان تا 4-5 متر و پهمیشان تا 1 متر زیاده از این هست که این با بسیار جدا شدن گازی رادیواکتیوی رادون آورده میرساند. مقامات ولایت سوغد میخواهند پرتوگاه که ماده‌های انگیزنده بیماری سرطان دارد با 1 متر خاک پوشانیده شود. در صورت به حال خودش گذاشتن پرتوگاه امکان دارد در صورت باران زیاد آبی آلوده از اینجا بر رودخانه سیر جاری شود که از آن میلیون ها نفر از ساکنان کشورهای آسیای مرکزی آب میخورند. در صورت باد نیز ممکن است هوای اطراف با ماده‌های خطرناک برای صحت انسان آلوده شود. در صورت شمال‌های سخت شدن چنگ‌های مصالح رادیواکتیوی داشته به اطراف پهن گشتنشان از احتمال دور نیست. در ولایت سوغد تاجیکستان که در عهد شوروی در آنجا اوران استخراج می‌کردند 10 پرتوگاه اتمی میراث مانده است و در آنها 55 میلیون تن پرتوی دارای ماده‌های رادیواکتیو نگه داشته می‌شوند. دهما یکی از بزرگترین آنهاست و به گفته مقامات بعد از خاک پوش کردنش در اطراف آن دیواری 2 متری بتونی برداشته می‌شود.